در روزگاران قدیم که کسبه و تجار قطعات و لوازم یدکی جنساشون رو برای عرضه به شهر می آوردن، خیلی تلاش می کردن که حتما یه جای پر رفت آمد و پر بازدید و برای عرضه اجناسشون بگیرن. واسه همین بود که وقتی یکی اعتبارش بیشتر بود جای بهتری رو میتونست گروه کنه و به همین ترتیب هر روز فروشش هم بیشتر میشد. زمان گذشت و گذشت. جالبه که بدونید الان هم همین روند ادامه داره. جاهایی که مرکزیت دارن و توی بازار شهرن هم گرونترن هم پر رونق‌تر. آقا حاج پیاده شو با هم بریم. چرا اطلاعات غلط ملت میدی؟ کجا پر رونق‌تر آقا؟ این تومن پول دادیم یه گله مغازه گرفتیم تو بورس صنف لوازم جانبی و یدکی. مغازه انقدر کوچیکه که جنس هم نمیشه بذاری توش. هر کس هم رد میشه سرش تو موبایله، اصلا نگاه نمیکنه که ما آب هویج بستنی میفروشیم یا قطعات یدکی. اونایی که میان تو مغازم یه قیمتی میگیرن و یه چیزایی تو موبایل میزنن و رتته میرن پی کارشون. ما مشتری نداریم اصلا حاجی. باریکلا، نکته همین جاست. امروز روز پر رفت آمدترین پاتوق مردم اینترنت و اپلیکیشن و سایت و موبایل. مردم اونجاها سیر میکنن. واسه همین کسایی امروز موفق میشن که پولشون رو ذخیره کنن و به جای اجاره کردن یا خریدن مغازه های گرون و آنچنانی از طریق سایت و اپلیکیشن بایسل یدک جنسشون رو عرضه کنن. بایسل یدک اولین و بزرگترین اپلیکیشن و فروشگاه اینترنتی تخصصی قطعات یدکی محصولات مختلفه که هر چقدر بخواین توی بازار پر رفت و آمد اینترنت بهتون زمین میده تا فروشگاهتون رو با سلیقه خودتون بسازین و جنساتون رو برای فروش عرضه کنین. بایسل یدک رو میتونید از وبسایت رسمی بایسل یدک و یا بازار دانلود کنید. www.baiselydak.com